زین الله عثمانی رئیس این شرکت با بیان این مطلب گفت که در حال حاضر بیش از 200 تن از دهقانان در ولایت بلخ تحت پوشش برنامه ترویجی این شرکت قرار دارد و به کشت زعفران رو آورده اند. خوشبختانه امسال هم ما در مزار شریف تقریبا 100 تن پیاز زعفران را توسط سه پروژه های مؤسسات خارجی ما به خاطر ترویج کشت زعفران تقریبا 200 دهقان اینا زیر پوشش قرار دارند. آقای عثمانی افزود که ولایت بلخ سهم قابل توجهی در تولید کشت زعفران کشور دارد و حدود 20% زعفران افغانستان از این ولایت به خارج از کشور صادر می شود. ولایت شمالی افغانستان تقریبا 20% از تولیدات خالص زعفران صادرات افغانستان ولایت شمالی افغانستان تولید میکنه. با افزود زعفران یکی از محصولات با ارزش و سودآور برای کشاورزان است و ما تلاش داریم با همکاری نهادهای بین‌المللی زمینه گسترش آن را در شمال کشور فراهم کنیم. برای 400 خانواده ما توسط 3 مؤسسه پیاز زعفران را توزیع میکنیم و هر کدامشان اگر 5 نفر مثلا سرپرستی بکنن تقریبا 2000 نفر هم از این میتونه مستفید شوند. زعفران از جمله محصولات زراعتی مهم در افغانستان به شمار می رود و در سالهای اخیر توجه بیشتر کشاورزان را به خود جلب کرده و نقش چشمگیری در اقتصاد خانواده‌های دهقان دارد.